24 مای سال 2023 در شهر اوستانا در چارچوب سفر دولتی پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان به قزاقستان بین دو کشور 20 سند نو همکاری به امضا رسید که از همه مهمترینش اعلامیه درباره همکاری همپیمانی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری قزاقستان بود. هم امامعلی رحمان و هم پرزیدنت قزاقستان قاسم جمال توقایف امضای این سند را تاریخی عنوان کردند. همچنین در چارچوب همایش دایره‌های تجارتی قزاقستان و تاجیکستان که 3 مای در حاشیه سفر دولتی امامعلی رحمان برگزار شد، شرکت‌ها و کارخانه‌های دو کشور 39 قرارداد به مبلغ بیش از 1 میلیارد و 800 میلیون دلار به امضا رسانیدند. توقایف همچنین همتای تاجیکش را با مکافات عالی دولتی قزاقستان اردن التین قرین یا عقاب طلایی قدردانی کرد. امامعلی رحمان به توقایف برای چنین استقبال گرم و مهمان نوازی اظهار سپاس کرد و از او دعوت به عمل آورد که هر فرصت برایش موافق به تاجیکستان سفر کند. پرزیدنت تاجیکستان همچنین اظهار داشت که تاجیکستان همیشه بازوی برادرانه و دستگیری دائمی قزاقستان را احساس می کند و ما برای این از دولت برادر منتدار هستیم. و افزود پوشیدن است که قزاقستان یکی از وارد کنندگان اساسی گندم استعمالی به تاجیکستان محسوب می شود. از این رو حاصل غلطاندگی ها در قزاقستان برای ما نیز به مثل قزاقستان خیلی مهم است. در جریان همایش دایره های تجارتی قزاقستان و تاجیکستان در استانا گفته شد که حجم تجارت بین دو کشور در حال افزایش قرار داشته. در سال 2022 حجم تجارتیشان باز 20% افزوده به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار رسیده است. یک بخش اعظم محصولات صادراتی قزاقستان به تاجیکستان البته محصولات غله‌دانه است. از جمله سال گذشته صادرات غله از قزاقستان به تاجیکستان 29.3% افزود، قریب به 310 میلیون دلار رسیده است. همین طور صادرات جو 2.3 مرتبه افزایش یافته است و 16.2 میلیون دلار تشکیل داد. صادرات روغن آفتابپرست 42.2% افزایش یافته است و 43.8 میلیون دلار را تشکیل داده است و صادرات مارگارین از قزاقستان به تاجیکستان در یک سال اخیر 7.6 مرتبه زیاد شده. حجم فروشش به 18.1 میلیون دلار رسیده است. معاون سروزیر و وزیر تجارتی قزاقستان سیرک ژومنگارین در همایش تاجران تاجیک و قزاق خبر داد فعلا در قزاقستان 418 کارخانه مشترک با تاجیکستان فعالیت داشته. قزاقستان از سال 2005 به این طرف به اقتصاد تاجیکستان به مبلغ تقریبا 132 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. سرمایه‌داران تاجیک نیز در سالهای اخیر به اقتصاد قزاقستان به مبلغ 21 میلیون دلار سرمایه گذاشتند.